سلام، به روز چهارم از چالش 100 وجه در 10 روز. خیلی خوش اومدیم. بریم با هم کلمه اول رو داشته باشیم. کلمه اول fragile. fragile. Example: the expensive glassware is very fragile. به معنی شکننده یا چیزی که ظریف به راحتی شکسته میشه. کلمه بعدی و کلمه دوم captive به معنی زندانی و اسیر هستش. The major was grateful to be released after having been held captive for 2 years. میگه اون سروان از بعد از اینکه بعد از 2 سال از اسارت آزاد شده بود خیلی خوشحال بود. کلمه سوم prosper به معنی موفق بودن و اقبال خوب داشتن هستش. Howard Hughes owned numerous business and most of them prospered. میگه اون شخصی که اسمش هاوارد هیوز هست مؤسسات تجاری خیلی زیادی داشت، متعدد. numerous به معنی متعدد هستش که بیشتر اونا موفق بودن. کلمه بعدی و کلمه چهارم تلفظش به این شکل هست: devour. به 3 بخش تقسیمش کنین. devour به معنی با ولع خوردن، هریسانه جذب کردن چیزی هستش. مثال: The animal doctor was pleased to see the terrier devour the dog food. که دامپزشک از این که تریر داره غذای مخصوص سگ رو میخوره، تریر اسم یه سگه، خیلی خوشحال بود. کلمه بعدی verify. اینو توی گوشی یا کامپیوتر اگر که خیلی باهاش کار کنید میبینید. به معنی اثبات یه چیزی و تایید کردن اونه. The data obtained were verified by the clerks in our office. میگه توی ادارمون دیتاها و اطلاعاتی که داده بودن به کارمندان توسط کارمندان ادارمون تایید شد، verify شد. کلمه بعدی و کلمه ششم به معنی transmit. بین تی و آر سعی کنید که یکم چه تلفظ کنید. transmit به معنی فرستادن، انتقال دادن و یا عبور دادن هستش. Example: Garcia's message was transmitted to the appropriate people. میگه پیام گارسیا به افراد مربوط ارسال شد. کلمه بعدی و کلمه هفتم relieve به معنی تسکین دادن و یا جایگزین کردن و یا آزاد کردن هستش. بریم برای example: The pills relieved the pain from the wound I received in the conflict. اینجا چند تا کلمه جدید میتونین یاد بگیرین. اول معنیش رو میگم: قرص ها درد ناشی از جراحتی که در اون درگیری نصیب من شده بود تسکین دادن رو که با هم دیگه خوندیم relieve میشه. جراحت و یا زخم wound میشه wound. conflict هم میشه درگیری، دعوا. کلمه هشتم 2 تا معنی داره، به خاطر همین ما هم اینجا 2 تا مثال داریم. baffle به معنی چیزیه که درکش یا حل کردنش خیلی سخت باشه یا مبهوت کنه، شما رو مبهوت کننده باشه. مثال اول: How so mediocre a player earned so much money baffled me. میگن که چگونه چنین بازیکن متوسطی، mediocre یعنی متوسط، میتونه این همه پول به دست بیاره، منو واقعا متحیر کرده، مبهوتم کرده. بعدی: The topic of relativity is a baffling one. میگه مبحث نسبیت موضوع گیج کننده و متحیر کننده یه، درکش خیلی سخته. کلمه نهم warden به معنی حافظ، مسئول زندان و یا همون زندانبان، در بعضی مواقع هم نگهبان معنی میشه. بریم برای مثال: When the journalist asked to meet with Warden Thomas, he sent word that he was sick. Warden Thomas یعنی توماس اسم یه شخصیه که زندانیه، زندانبانه. میگه وقتی خبرنگارا خواستم با توماس زندانبان ملاقات کنن، توماس پیغام فرستاد که بیماره. send word میشه پیغام فرستادن. اینم از کلمه آخر. درس امروز خیلی راحت بود، به خاطر همین توی 5 دقیقه تقریبا داره تموم میشه. کلمه آخر acknowledge به معنی اعتراف کردن هستش.
District Attorney Hogan got the man to acknowledge that he had lied in court. میگه هوگان که بازپرس بخش هستش مردم مجبور کرد که اعتراف کنه در دادگاه دروغ گفته. منتظر کلمات روز بعد باشین. فردا ساعت 10 صبح هم تستای این درس رو براتون میذارم. بای.